به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد. السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. مردمان دو گروهند: عده خواستار دنیا و لذت و منصب و مال و دارایی آن و عده خواستار آخرت و نعمتها و لذتهای آن. هر یک از این دو گروه هدف خود را دارد، مقصد و مرام خود را دارد و برای رسیدن به مقصدش، به هدفش، راه و وسیله های خاص خود را دارد که به کار میبرد. عصر حاضر که در آن قرار داریم، از بس که منفعت ها و درآمدهای مادی برای مردم اساس قرار گرفته و مناسبت های خود را مردم و حتی کشورها بر اساس منافع مادی به راه میمانند، عصر مادیات نام میبرند. در چنین دوران مادیات و عصر دنیاخواهی و دنیاپرستی، در این بحر پرتلاطم مادیات شخص هوشمند را میباید در اندیشه معنویات خود نیز باشد. نه تنها منافع دنیوی و در حالی این دنیا را اندیشه کند، بلکه منافع اخروی را نیز در مد نظر خود قرار دهد. بر هر شخص هوشمند واجب و ضرور است تا قلب خود را زیر نظاره و مراقبه و تفتیش خود قرار دهد تا در این شبیتار مادیات، در این بحر بی‌ساحل مادیگرایی غرق نشود و به غفلت از عالم آخرت، به غفلت از روز حساب، به غفلت از آن دنیایی که به آنجا خواهد رفت گرفتار نشود، بلکه آن دنیا نیز در مد نظرش باشد، در هر کار و در هر تصرفش یاد آخرت همراه او باشد. بنابراین هر کی چیزی را بخواهد و برای رسیدن به آن سعی و تلاش کند، کوشش کند، به آن میرسد. خداوند عزوجل در سوره شورا میفرماید: من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الآخرة من نصیب. یعنی هر کی با انجام دادن عملهای شایسته ثواب آخرت را بخواهد، ما اجر و پاداش او را دوچند میگردانیم و هر کی تنها دنیا بخواهد، برای او سهمی مقرر شده‌ای در تقدیرش را میرسانیم، اما در آخرت هیچ نصیبی نخواهد داشت. عده دنیا میخواهد، دنیا طلب میکند، حتی دنیا را میپرستد، عاشق و شیفته دنیاست، به مال و منصب و دارایی و آبرو و لذت دنیا قناعتمند است، از آخرت در ذهن او یاد نیست، فراموش کرده، در نقشه روزمره‌اش، در ترتیب وظیفه های عمرش، کارهای آخرت، آمادگی به آخرت اصلا وجود ندارد. و عده دیگر به یاد آخرت هستند، به یاد آخرت عمر به سر میبرند و کار و تصرف خود را مطابق به طلبات روز حساب درست می نمایند و هر کار و تصرف اینجا می خواهند انجام دهند، اولا جواب آن را برای خود آماده می کنند. هر کی راه دارد برای خود، هر کی هدفی دارد، هر کی مرام و مقصودی دارد که به مقصود و مرامش خواهد رسید. البته نباید گمان کرده شود یا فهمیده شود از این آیه مبارکه که این آیه ما را به ترک دنیا فرا می‌خواند. نه، هرگز چنین نیست. مقصد از این آیه این نیست، بلکه قرآن در جای دیگر، در آیه‌های دیگری خود ما را به آباد ساختن زمین و سعی نمودن پشت روزی حلال، کسبی مال حلال امر می‌کند. بلکه مقصد این آیه این است که دنیا و زینت دنیا و لذت دنیا مرام و مقصود اصلی مسلمان نباید قرار گیرد، بلکه دنیا و مال دنیا و هر چی دارد در دنیا آن را وسیله رسیدن به رضای خدا، وسیله رسیدن به سربلندی در عالم عقبی، در عالمی که ابدی آنجا عمر به سر میبرد، وسیله داند و آن را صرف رسیدن به این هدف بزرگترین، هدف رسیدن به سعادت آخرت صرف و خرج نماید. به امید شناخت حقیقت دنیا و عقبی و به امید رسیدن به هدفهای والا و بزرگ، شما دوستان را در حفظ خداوند می‌سپاریم.